جای کاری ندارد. پس بون زندگیشان را پیش برند. بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده، بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیر محمدزاده پرسیدند و می گفتند که با او چی شده است. روز 20 نوامبر ما با پیر محمدزاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند، ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیر محمدزاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیر محمدزاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند، ولی پیر محمدزاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانی را در کشور نظارت میکند، روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیر محمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راه‌هایی را جستجو دارند که فعالیت تاکسی‌های معروف به 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزن نیفتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن راه‌ها به سمت روسیه، تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری ها رو به مسافرکشانی آوردند. بجز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاش میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت‌های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند.